چیش از داری پول به تو بودم تو ایت هم بشه من پول قبض برق بودم من پول او بودم من پول خرج خونه کنم که تو به من عروسی من به هر ده عروسی یک دست رخت به برق میکنم گپ بینیم یک عروسی که به برق کرده میته الان اکتور بزدم مردی برو با پیر خو چی که با 5 برار خم بگو دست تو آزاد سه کنم پیر تو برار تو چه کار میکنم من کجا بیارم این سر پولی الان 33 بلای و رد تو دختر خوار تو خودی عروسیو من دیگه به می سرام نمیسته که می سرام از تو عروسی هم از تو بابا رو در نزدم بابا رو در نزدم بابا تو مادر تو رو بزدم بله کو پیر تو برفتم بچه کوچه رفتم ها چه نبودی کوچه من چون رفتم مثل که به جای رفتم نرمن آور شد ها میته نرم شدم پس من گوش نمیده که مادر تو شاید با می چیم نیاره میارم خوبه خیلی اعصاب شیرتیه مادر تو اعصاب شیرتیه مادر اعصاب نکام خراب 33 بلای رو ببرد تام بشه مرگ بخواهد و خیلی خوشی در بخواهد خیلی شیده من چه کار کردم به تو که من میگه میزنی هی بیام این دزیاره رو تو میکنی خاک بس سرتشه برو بینشو از رو ببین شورکا خسته به سرخ شده اینه شما تو بگویدی با چی بشیستی بابا جان تو چی کردی من برو بینشو از رو هی بیام همین دزی دیگه هیچ کاری نداری تو با جرمن میزنه تو چی بگی اونجا برتی بشیستی بخی بیا بخونه من چه کار کردم زن برا که تو من میزنی تو با همین دزی میکنی کجا برمیده که در با من باشه لینگ من خبر نداره که تو پول می یا نمی دیشب گفتی پول بده که من میرم بچم عروسی دختر خوار من گفتم که حال پول نی امیر گفتم پول نی تو دیگه حداقل به گوش خود کردی میگی که گیلنگ گفته گیلنگ اصلا بد کرده که به تو بگه بخی برو بینشو از رو بخی دیگه چی بگی نه شما خودت قلف ده نه من باشه خدا تو رو خیر خوشی بزن مولا به خیر خوشی خدا تو رو در و در کنه برو یه قهوه بخور که چیز نشی به خیر برکن به نهی بریسی یک گناه دارم من میاسته که گناه داری این نگاه خون نکن بخی بینشو از رو بخی شرکان بیا سن که در سلکینه شک گدا باشه با بخش خارج و با خود بگردن و بعد با شگوش نگه ملت میخورم خود ما پول نداره
جور باشه دلچینی رقیف من بیا رقیف با کلر کار کردی شتینی دلچینی خان میگو جای رقیف میگو یک بوسی هم تا کله خوده میگو بله. همبرات پالون تو کجایه؟ کدو برا پلون من چند برات پالون داری؟ ماما سعی کنیم دست من نرم نور کرده دختر شما این کار جیوه نیه خوده ای بگید من نه هم برات بزنم پالون عروسی خوب نشونده کدومه که؟ دست من نرم کردم کی نرم که؟ مدرمه چری؟ من هم بزدم گیله کردم بزدم که به گیله گفتم برو از سر بیرو شو چی میگی؟ چری چی خاطری؟ نگه که من دورو نه چی خاطری؟ خاطره که پول ندادم خوی جنجال چرا شما دختر مرزدین؟ ها؟ من هم برات پالون تو گردنم بند باشه ماما لنگ من خبر ندارم من کوچه بیامدم شرکان با ما گفت که مادر من پیار ما بزده سلت کرده گفتم چرا گفتم خاطر پول گفته پول بده دیشب گفته که پول بده 3-4 هزار پول بده که من میرم عروسی دختر خواهر منه انا میرم عروسی برای من گفته که پول نیه غصب برق آمده از این بر غصب برق از این برم بیکریه اوه. انا می جنجال داشتم دیگه با تا امروز صبح خود چرا پیل ندادیم بریو؟ چرا برات پیل نمیده بریو؟ به کی؟ و دختر می؟ غصب برق بخواد که قبض برقه بر سال یک عرصی میاد دیگه نما که دست رخته بخوره کوشی که چی دی بسونه گردن بند باشه ماما شما که مگر زنکار نصیحت کنه 25 روز بیشتر 3865 پیش شده لباسایو چندشو؟ 3865 من چی کار دارم با لباسایو؟ چرا میزدین دختر می؟ خب مدرمه که کفش و لباس دارم دیگه با چی مایم؟ گپ کم کو سرخه بود کرده بخواد که بود از کرده مرسک کنید والا کجای براتو؟ کی؟ براتو؟ نمیفهم نمیفهمی؟ بیرو شدم رفتم به کوچه شرکان بفهمیده من گوش نبیامدن گفتم لقمه نور بیا گو آقا پس کله من کتو اخی مدر خصدا کو ما گفتم نون بیاد میگه آقا پس کله من خب آنه بیام علی بابا سلام اشتانی او تیار جانجور خوبه شما شکر زنده باشی جور باشی تو چی خاطر زدمی برا گیلا برمین دیاز یارم گیلک میکنه چکار میکنه؟ برمین دزی میکنه کی ما با من دست چرا برمین دزی میکنه؟ گردن ما بند باشه لینگ ما با من دزی لکل ما کی خبر دارم از این گپا اشتو برمین دزی نمیکنی دروغ میگه ماما دختر شما برای تو شیطونی کرده برای پیار شکرانم بیا وزمت بسر خب میبینی که همه منافق تونی گردن ما بند باشه لینگ منیه اشتا لنگه تو نیه گپ کم کو دیگه ببینم دختر رو بزنم تو کلاش من میده میکنم جوانم اکو جوانم با خدا جوانم ما به جوانی تو چی کار دارم مسخره کرده خود بابا او شیعه مثلا او شیعه سلت کرده با شیعه او شیعه زده اون ما چی چه کار پول نمیدم بریو نه اگه تو برمین دزی نمیکردی او نمیزد ما اگه زن داشته باشم هفته داری پا بیدم زن خو خیلی کار کتی میکنه هفته دری پا ما مال به خیر خوشی کتشم زن کنم زن خور نمیزنم او مر سلت کنه نمیزنم او من برا خلکمک یاد دی برار ما به حرف منه او خوری تاکش دالی نیه او تیار میکنم باید غیر گپ مفته کمک کنو وای ایتا دخترم سر رای که حرکت بیا بزنه طور تیار میکنم با خو یک لومه ناره ببین گیله خوبه دادیم دیگه گپ کم کن یه گوجه بی بابا بخوازیم بیاییم خو بخوریم راست میگم من نمیرم بخونه نرفته بیاییم دیگه من میگه بشی کن بیا ارسا کن که اشتا قوری تاکیه واش میگه میشینو امرو حالا فصل میکنو یا تو خواه بردم و خونه خدا که به زندگی نخواه کدیشم یا مگر رد با خوب فهمه ماما چه کاره؟ گردن ما بند باشه نیه ما هر روزی که ما بمیخوایم با شما عروسی میکنه ما به شهر شما میمونیم برو کاکا با تو ربطی نیه برو دیگه پایم زبان میزنه
چه مسخره شما دیوارا رو شدم. یکی قوریتک خوردم کنی که مگه چه کار فلان بیمدانه. بخزیم برم خونه حال پیار من جواشم بیاید. میای حال زودی؟ بله ها بیاید. خب انا میرم به خونه میرم. یکی تو چای نمی؟ نه. بخیسته که شکرم کینه در سرم. خوبم. بشی بله. چرا چیکار شده؟ با مادر تو مثل که زنگ زده به پیار که من بزده. گیلک بیادم اینجا که ببرم بیادم گیلک بس دو چپاتی بزنم. گیلک بزدم؟ اصلا گیلک بیش برف کرده بود. قلبه خیلی حساب خرابه. خیلی حساب خرابه. تو بریم اون خونه؟ بله ها. بریم. وای با پیار خود زنگ زده تو سیف کن. سلام علیکم. و علیکم. کجا نشتنه؟ دیاری. خیلی سلامت. شکر. کجا بودی؟ به خونه خوب بدم. میگم. بله. کوکا جان بگی. به چی حق؟ به کدی قانون که شما این دختر احمر بزنن یک کلوچ کردن کوکا؟ که یک کلوچ کردن؟ ما پول ندارم به من میگه پول بده. ما پول قبض برق بدم، ما پول خونه بدم، ما پول خرج خونه بدم. می بیکاری شما سعی کنه به هر مجلس سیوت میداره که تو 4-5 هزار روپیه پول بده که ما برم بخور رخ بخورم. خود شما مال از کجا میاریم؟ هم 4-5 هزار روپیه پول دارین که شما به هر مجلس بدین که برم بخور رخ بسکنم. میگو که کجا سال یک مجلس برای میزنن کمیه یا فردون سال دختر خالینه یا دختر موماینه یا دختر کاکاینه عروسی میکنم. آیا نمایم اینو دست لباسم برخو کنم جفت کش نمایم بپاخو کنم. سال یک مجلس یک ماه پیش مجلس بود برای 4-5 هزار روپیه خرید کرد. به می مجلس میگم من یک مجلس تیر شده اینا رو برخ میگه اینا رو بدیدم ما چون چکار و فلان. ما بعد مجلس اینا رو 10 مجلس می رفته خورد دست رفت ما رو برخ میکنه گپ اینه بم زنکا که بشد به می بی پولیت فکر نمیکنم که بی چینیه. کاکا جو لباس ما و شما فرق میکنه. تو لباس زن هم چشمی ها خیلی کارا هم چشمیه. خود چکار کنم وقتی که نباشه می با هم چشمی چکار کنم؟ هم وقتی که من نداشته باشم که خرج خونه خور بدم. من این دفعه 30 پول برق که تا حال تحویل نکردم. وقتی که من چی نداشته باشم من پول دارم که بدم که با 4-5 هزار روپیه به عروسی هرگز خدا مردم عروسی نکنه آخه. کاکا جو من بهم خوبی بهم خوشحالی نمیتونم خانم خوب بگی که نمیفهمم با گپ. نمیفهمم که بس دیگه. با گپ نمیفهمم. من آدم اعصاب خرابیم هر چی بگفتم با گپ نمیفهمه. خود چکار کنم؟ کاکا جان اعصاب خو خراب نکنید. پیار خوب اگر دنیا زاق نگیرید پیار خوب اگر کاکا جیگر آدم اعصاب بعد در کار شما بگیرید دختر مسئله بگیر هر بزن که نمیزنی چی گپه؟ از این جواب زنگ زد به شما زنگ زد. ها کی زنگ میزنه؟ خود شما عوض از اینکه به دختر خود بگیم نداره و همین از کجا بیاره همین شرایط خرج خونه خود از کجا بیاره بیکاری است بی پولی است. شما عوض از اینکه بزرگ ایتا بگیم اون هم کار صدا شما رو بشنوه بدتر از این بدتر چیز میکنه. تو از دودم نبودم تعبیر یا همون زن نصیحت کنم هرچی که فکر کنید. تو چی خبر دیگه من چی گفتم برای از اون؟ من چی میگم همین گپایی که شما حالا به ما گفتیم اونا رو یعنی من هزی میگم که همین بهم خوبی بهم مقبول میگفتی زن یعنی نیه. من 10 دفعه بگفتم این زن به گپ نمیفهمه این به گپ میفهمه. من 10 دفعه بزرگ بگفتم که نی آخه من اگه بودی پول برق تحویل میکنم میتر رو میکنم میبرم. میگم من میتر رو برق و به او چی کار دارم؟ من پول بده که من بچون دخترم میمه فلان یک و فلانه رخته بخواه تیار میکنم من مگر از او بیتر تیار کنم. سر نمیزر نمیشه که نیه. شما کاکا جان عوض از اینکه من چی کنیم به دختر خود بگیم آخی نیه. کاکا جو من تو هم درد میکنم.
و هم یک اشتباهی کرده که گپ پر زده با تو که حتما وجود من پاخو یک کش کرده که با تو مرخ بستنی از خود خورن که من خود کنن که این تصاب خود یک دم به هم نرزانه که او از اینجا بگه تو از اینجا باقینا من تحمل خیلی میکنم دختر شما تحمل میکنم اون نمیفهمه آخه اما وقتی که تحمل ندار را خوب بگی برو از خونه بدر شو و بشه و خوب بگه حالا خود نمیتنیو هم در که خوشوتی بگه میشه رخ میگیرم میرم خونه بدر میشم نیازم خورم یک دم دگو میامد لخودی برم مقبیل شیشنم چای میخونم نون میخونم اختلاط میکنم خودیو خوبه صحیح حالا کم من میرم کاکا جو دیگه این تو کارا شما دیگه زنشیو توقع ندار که این تو کارا بکنه که تو با تو بگه تو بگه بگی آخرم بخزی ها بزن که نمیزنی خوبه صحیح دیگه تکرار نمیشه یعنی پیاله شوی خورم بخورم شوی بس تگین کاکا زنده باشم حلقه گلوم خوش شده از این اکو بدو میگم حالا کم بیام اون پیش رو گفتم با تو میش همون قبل بفهمی خب برای خداحافظ خوش اومدین خداحافظ شما خیلی